سلام دوستان عزیز، خوش آمدین به برنامه جدید ما. امیدوار هستم که نباشید مریض و شما دوستان عزیز پلوی فامیلای نازتان خوش آرام باشین. در هر گوشه و کنار دنیا که هستید زندگی را به خوبی و خوشی سپری کنید. دوستان عزیز، ما هم چند روزه که به تفریح آمده بودیم به خانه خواهرم که برای ما بسیار خوش گذشت و همچنان با خواهرم اولادکایشان. دیگه حالا وقت رفتن است که بریم به طرف خانه به خیر خوبی، چون مکتب شروع میشه. باید همگی به مکتب برن اولادا و کلگی به کار بار خود برسه. خب دوستان عزیز، شما هم از این هوای تازه لذت ببرید و برنامه را تا آخر بیننده باشید. فعلا چند تصویر از این فضای مقبول بیننده باشین دوستان عزیز. بله دوستان عزیز، ما هم به طرف خانه حرکت کردیم و راه را بسیار دور به دراز بود، براتان ویدیو نگرفتیم، خستگان براتان نشه. دیگه حالا هم نزدیکای خانه هستیم، به خیر میرسیم. باز اگر وقت بود برنامه ریکارد میکنیم دوباره دیگه ببینیم که ماندگی و زلگی ما برای دوستان عزیز. دیگه باز یک کت میگیریم دوباره با شما دوستان عزیز خواهم بود. فعلا چند تصویر بیننده باشین دوستان عزیز. بله دوستان عزیز، ببخشید دوستان عزیز که خانه رفتیم، برنامه را به شما ریکارد کردن نتونستیم چون هم خستگی راه بود و هم یک کم هواگک دواگک مریض بودن و شبش هم آمدیم به شفاخانه دواگک آوردیم بخش عاجل. دواگک ما بسیار مریض است. شما دوستان عزیز میخوایم که دعا کنین به همه مریضا شفای بخیر عاجل نصیبشان کنند، برکتشان. دواگک آگک ما را هم شفا بده. ببینین که یک ویروس جدید آمده. ما فکر کردم در اوایل که سرخکان است، اما سرخکان نبود، یه اساسیت ویروس بوده. دیگه در بخش عاجل بود. این حال از بخش عاجل خلاص میشه، در بخش که مراقبات های جدی صورت میگیره در او اتاق میبرن. دوستان عزیز بسیار زیاد طفلا و خودتان نگاه کنین، متوجه تان باشین که یک ویروس است، نگیرشانه. ما در این مشکل گرفتار شدیم. خداوند به خیر خوبی اثر تمام مریضا تیر کنه، شفای بخیر بتشان، از برکت اونا اولادکای ما هم شفای بخیر بده. دوستان عزیز دیگه ما را به شفاخانه به اتاق بخش مراقبت های جدی بستر کردن و معاینات یای خدا انجام دادن. هر وقت نتایجش آمد که کدام مشکل نبود باز رخصت میکنن. خدا کنه که هیچ نوع مشکل نباشه، زودتر رخصت شویم، چون اینجا شفاخانه بسیار دلگیر و دلتنگ است. اولادا هم در خانه است، دیگه مشکلات است. خدا مهربان است که بخیر کل چیز بگذاره. با شما دوستان دعایتان میخوایم و خداوند نگاه کنه مگی ما را. ببینین دواگک ما را که چطور چوچگک شده از بس که مریضی فرموچش کرده. دوستان عزیز
نرس هر 2 ساعت بعد 3 ساعت بعد می آمد، تبش، فشار خونش و دوای پچکاری که استامینوفون است تاینادول ایره برش تزریق میکرد که همه چیز در کنترل بیایه و نرمال شوه. از دیشب که آمدیم تمام معاینات جدی را صورت گرفته برش، نتایجش تا هنوز نامده. 24 ساعت وقت میگیره که نتایجش بیایه. همگی پریشان هستیم دیگه. خداوند به خیر خوبی تیر کنه که به خیر خوبی رخصت شویم و دعاگه که ما را خدا شفای به خیر بده جور شوه. دوستان عزیز، خب دوستان عزیز، امروز هم روز دیگر است که اینجا هستیم دیگه. تا هنوز نتایجش نامده، ببینیم که چی میشه. دوستان عزیز، هر 2 ساعت بعد 3 ساعت بعد معاینات صورت میگیره برش، پچکاری تصدیق میشه، سیروم برش سیروم تیر کردن او بدنش بسیار کم شده بود دیگه. اکسیژن همه چیزش چک میکردن. بسیار از بخشی که مراقبت برشان صورت میگیره راضی هستیم که بسیار متوجه هستند و جدی پیش میرن. دوستان عزیز، دعاگه که ما رو بین دوستان عزیز، یک کمک سر حال شده بود، میخواست که صبحانه خدا بخوره و این بسکیت هم گرفته که نوش جان کنه. این هم از قهوه ما که بسیار روز خسته کن بود، بسیار خسته شده بود. دوستان عزیز، خداوند هیچ دوست هیچ دشمن در شفاخانه نیاره که بسیار سخت تمام میشه و بسیار به کندی روز تیر میشه. دوستان عزیز، خب دوستان عزیز، شما متوجه شدین که در اوایل با جسم بامپر دیگه چیز پایان در جانش نبود، چون اساسیت شده بود. ویروس است که سرخکان واره معلوم میشه، از خاطر دکتر نمان چیز بپوشانیم دیگه. امروز کمک شده بود، لباسایش پوشاندیم دیگه. به خاطر گفتم که برتان سوی تفاهم رخ نده که چیز نبود. دوستان عزیز، خب دوستان عزیز، امروز هم روز سیوم است که هستیم دیگه. خدا کنه که امروز مرخصی دعاگه که بده که بخیر بریم به طرف خانه. دوستان عزیز، امروز هم یک روز دیگر است. آمدم که یک نوشیدنی چای بگیرم، یک چای سیاه بگیرم. بعد از آن باز دوستان عزیز ما و شما با هم هستیم که دکترها چی میگه. دوستان عزیز، چند تصویر بیننده باشه.
خب دوستان عزیز، امروز ما هم روز آپایمندم است که آپایمندم بسیار مهم است و پدر دواگه که خواستیم اینجا امرای دوا باشد تا که نتایج دکتر امروز بخیر بیاید که رخصت میشه یا نه. دیگه ما هم از این حرکت میکنم میرم به طرف آپایمندم. شما دوستان عزیز باز با ما باشید. فعلا یک کت کوتاه میگیریم، دوباره بر میگردیم. دوستان عزیز پدر دوا جانم رسیده، همراهش می باشه و ما میرم. دوستان عزیز فعلا یک کت کوتاه میگیریم. خب دوستان عزیز ما هم حرکت کردم به طرف آپایمندم که سر وقت برسم. ده همی را بودم که استاد هوا جان برام زنگ زد که بیا وضعیت هوا درست نیست، تب گرفته، تاو لرزه گرفته شه، باید ببریش پیش دکتر یا هم از اینجا ببریش به خانه. دیگه ما هم آپایمندم هم مثل نمی کنم. اول برشان گفتم دوباره یک نیم ساعت بعد هم میرسم. دیگه آل همون نیم ساعت یک ساعت ما پوره شد. آپایمند خودم مثل نکردم، آمدم به طرف مکتب هوا جان که هوا گکه بگیریم و بریم به طرف خانه، چون پدر دوا جان زنگ زد که مرخصی دواگک آمد. نتایجش هم دکترها گفتن که شکر سرخکان نبوده، یک ویروس بوده. ما فکر کردم دوای سرخکان است. با نتایج مکمل نتیجهش که آمد سرخکان نبود، یک ویروس بوده. دیگه اون نتایجش آمده، رخصتی دادن. دوستان از دواگه که پدر دوا جان دوباره گرفته میره بخیر به طرف خانه. ما از اینجا هوا را گرفته میریم به طرف خانه. شهید جان در مکتب است، او شکر جور است، در مکتب درس خدا بخونه. دیگه بریم خانه که هواگک دواگه که خانه بریم نان چیز بخورن. دوباره هوا را به طرف یک دکتر دیگه ببریم که ببینیم وضعیت هوا جان چرا شد. دیگه با ما باشین دوستان عزیز، ببینیم که دواگک ما را خانه آورده چطور شده. دیگه شکر الحمدلله که دواگک ما جور شد، از وضعیت خطر بر آمده. شکر دیگه خدا همه طفلا و همه مسلمانایی که مریض است شفای بخیر بده، اینا را هم شفا بده. دواگک ما را گرفتیم از مکتب، میریم به طرف خانه دوستان عزیز. خب دوستان عزیز ما هم نزدیک خانه شدیم. دیگه دواگک هم آورده. ببینین که چقدر خوش است دوا جان و ما هم خوش هستیم به خاطر دواگک. اما خداوند اوارم جور کنه که از طرف کلگی دل ما جمع شد دوستان عزیز.
بله دوستان عزیز، یه هم دعاگک ما شکر الحمدلله خوب شده، نام خدا باشه. گدیگک ممیش بله دوستان عزیز، ما هم خانه رسیدیم. ببینید که چقدر هوای خوشایند بهاری مقبول است. از این هوا بسیار زیاد لذت ببرین. ما هم که در این وضعیت هستیم درست لذت بردن نتونستیم. بعد از 3 روز داخل شفاخانه فکر کردم داخل زندان هستم. دوستا خدا نگاه کنه همه دوستای را. عالی فضا را که دیدم هیچ دلم نمیشه داخل خانه شوم. بسیار زیاد فضای خوشایند، سرسبزی، آب و هوا، آسمان صاف که من عاشق آسمان صاف و سرسبزی هستم با هوای معتدل. خب به زور رفتیم طرف خانه چون تمامگی گشنه شدن دوستان عزیز. بله دوستان عزیز، متاسفانه که نان خورده دوباره ما هم آمدم امرای دواگک که هوا را به طرف شفاخانه آوردیم که ببینیم هوای ما را چی شده، دکترها چی میگن. به خاطر که تب بالا داشت هوا جانم و صرفه گلون دردی، جان دردی دیگه. خدا کنه همه چیز خوب باشن دوستان عزیز. منتظر میمانیم تا نرس یا هم دکتر بیاد دوستان عزیز که معایناتش بکنه. دوستای عزیز چند روز مریض بودم. امروز به مکتب رفتم. باز مادرم مرا گرفته که مرا دکتر ببرم. در این چند روز 5-6 days من مریض بودم. باز دعا و من مریض بودم. باز خدا کرد که شما را مریض نکنن. باز ما را دعا کن که ما جاشم بخیر. دوستای عزیز، من یک التیات کم نمیتونم بذارم که گلونم درد بگیرم. باز برای تو خداحافظ. خداحافظ خب دوستان عزیز، نرس آمد که تمام مقدمات اولیه را پیش ببرد تا ای که دکتر بیه و ببینه که چی شده شه، معاینت کنه. همه قسم سرگردانی است دیگه دوستان عزیز. شما دوستان عزیز دعایتان خواهانیم که همگی ما جور و سلامت باشیم دوستان عزیز. خب دوستان عزیز، دکتر آمد و معاینه کرد. برش گفت که سینه و بغل گرفته شه. با می چند روز 5 روز 6 روز که مریض بودک سلفه زیاد میکردک و همه چرکایی که در بینیش و گلونش بند مانده بود باید با اکسیژن بخاری پایین می آمد. برش اکسیژن بخار برش دادن که برای 1 ساعت مقدره بند است که تمام چرک و همه چیزی که هست پایین بیاید و سینهش نرم شود. و همچنان دوا دادن. نرس میاد برش دوای دیگه داده که تا 4-5 روز دیگه او دوا را باید بخوره دیگه. انشالله که بخیر با این اکسیژن و این دوا انشالله جور شود دوستان عزیز.
خب دوستان عزیز، وقت اکسیژنش حالا شد، تمام معاینات مکمل شده دیگه. دوا همه چیز برش نسخه نشته کرد، همچنان ورقی برای که مکتبش ببره دیگه. دوستان عزیز از اینجا کار ما حالا شد. بریم شکر، 1000 بار شکر، در هر حالت شکر میکنیم که طفلک ها جور شدن و اگه در این وضعیت چند روز هم بودیم بازم شکر خدا را میکردیم که از بد بدترش تو و خدا از مریضای گوناگون نگاه کنه. در هر حالت شکر، چیزی که رضای خداوند باشه دوستان عزیز. خداوند همگی را جان و جور نصیب کنه دوستان عزیز. پس بریم به خیر، بعد از خستگی چند روز و نارام خوابی بریم به خیر و خوبی به طرف خانه که تمام خستگی های چند روزه را بکشیم دوستان عزیز. و همه شما دوستان عزیز به خدا یکتا و یگانه میسپارم. آخرای برنامه است که شما دوستان عزیز از تمام مشکلات و تشویش و همه مریضی دور باشید دیگه. شاد موفق باشید. الله نگهدار دوستان عزیز. شب و روز خوش تا برنامه بعد. بدرود دوستان عزیز.